نوروز عجم زنده کند خاک کهن را، از نو بکند جامه به تن باغ و چمن را. از پرتو خورشید زمین گرم و چمن گرم، از همت نیسان دل دهقان وطن گرم. جشن نوروز از کهن‌ترین عیدهای ملت تاجیک و کشورهای حوزه نوروز بوده تاریخی بیش از 5000 ساله دارد. نوروز یعنی روز نو، آغاز سال نوی خورشیدی است. ای نوروز بنا بهار، ای کی میبینم ای گلها را به شش خطار، ای کی میبینم ای گلها را به شش خطار، ای در فصل بهار یاره. ای دنیا را به یک قرار، ای کی میبینم ای دنیا را به یک قرار، ای کی میبینم. های ملی تاجیکی که ما بسیارتر در فصل بهار استعمال میکنیم و ایرا تشکیل میکنیم، این گندم کوک میگیم ما، که همه در این گندم میکوه میندازیم. لوبیای سرخک، لوبیای سفیدک، نخوتک، علفهای کوهی، سیاه علف و اینچونی اسپلاک که برای سلامتی فایده کلان داره تحمل میکنین. ای علفای کلارخیله سمبوسه میپزیم، شکراب میکنین. ما همیشه همین اوقاتهای ملی رو کرده میستیم. چنگالی میگن با تاجیکی ده. ما هر سال منتظر هستیم که این سال به این سال نوروز بیایه و ما این خیل نوروزی کنیم با یک چهره های کشاده چون گلای بهاری همه گویا که میشکفد. امروز به این خرسندی ها که رسیدیم میخواهیم همیشه دولتمون آباد باشه، جناب عالی در بالای سرمان ساک و سلامت باشه.
طوری گفتیم آیین و سنت های نوروزی به مثل گستردن خوان نوروزی با 7 سین و 7 شین، پختن سومنک، بازی های ورزشی، گوشتینگیری و بندکشی که از نیاگان به ما میراث مانده اند، ساکنان منطقه های گوناگون کشور آنها را به طور خاص اجرا می کنند. نوروز ایده است که کل سنت های مردمی ما را افاده‌گر است. شروع از خانه تکانی، تازه و آزاده کردن ره و روی، از دل زدودن کینه، آراستن یک سلسله مراسم های پهلوانی، مراسم های وابسته به عنعنه های آریایی به مشاهده می رسد. یعنی این ایده هست که چون خط منطقی امروزی ما را با گذشته بسیار دور پیوست می سازد و ما اگر به بزرگداشتی نوروز رسیده توانیم اساسی آینده با اعتماد را در زمان صاحب استقلالی باز هم استوارتر می کنیم. خصوصا در مورد آماده نمودن خورش و طعام‌های ملی، زنان و بانوان ناحیه خراسان از گل و گیاه‌هایی که در فصل زیبای بهار در کوه و پشته‌های این گوشه زیبا منظر می‌رویند و استفاده می‌برند. برای آرایش دسترخوان نوروزیمان یک طعام ملی با نام آش بریده تیار نماییم. انا دیده در اینجا که همه دوگانه‌ها با همدیگر اپم زوالا گرفته تونو کرده ایستاده است، دوگانه هم گلخمر باشد ریزه کرده ایستاده است. ما باید که دسترخوان عیدیمان را با طعام‌های ملی نغز استقبال بگیریم. همه ما خوب میدونیم که خوراک‌های ملی ما برای سلامتی انسان به نهایت منفعتی به نهایت بزرگ دارد. از آن جمله همین خودی آش توپه، علف‌هایی که من در دستم گرفته ایستادم، این علف نامش اسپلاغ می باشد. اسپلاغ اساساً در ناحیه خراسان بیشتر هست، چون که خراسان ما ناحیه کوهی هست، دشت و میدان‌های ما به نهایت بسیار هستند. از همین جهت هم این خیلی علف‌ها به مانند اسپلاغ، شبید، کراوچک، همین علف‌ها در همین ناحیه ما بسیار هستند. و علف دیگه که من در دستم دارم این مولی می باشد. مولی هم برای طعام با مزه کردن، با لذت کردن فایده منفعتی به نهایت کلان دارد. از این رو بیشتر در همین فصل بهار برای طعام‌های ملی استفاده بردن همین علف‌های تر و تازه منفعت بخش می باشد. و غرض از همین آش توپه که ما در همینجا کرده ایستادیم، باز این چنین یک چند نمود خوراک‌های ملی ما هستند که آن را ما در همین روزهای نوروزی بسیارتر استفاده میبریم. یکی از آنها این می باشد از قیماق خانه تحمل هم یکی از خوراک‌های نوروزی می باشد. بسیارتر در فصل بهار آن را استفاده میبرند، بسیارتر استعمال میکنند. و یکی از خوراک‌های قدیم الامه ما این هست چنگالی را من فکر میکنم که در همین منطقه ما بسیارتر به کار میبرند. چنگالی از فطیر مسکه و از خودی مسکه تیار کرده می شود. و گذشته های ما هر روز من حال دختر خردکک بودم، در خانه ما بیبی هم به همین کاری چنگالی تیار کردن مشغول می شد. من نگاه می کردم وقتی که کمپیر آن کس خیلی به نهایت کمپیر پیرانسال بودن، آن کس تیار می کردن، من لذت می بردم از مزه دستی همون کمپیر. تا حال انا به خدا را شکر سینی ما به جایم رسیده باشد، همون مزه و لذت همون چنگالی های کمپیرانه از یاد من فراموش نمی شود. و البته زنان و بانوان هنرمند و روزگار دیده که خود از مادران آموخته‌اند، به خاطر احیا و ادامه دادن این گونه عنعنه‌ها به نسل امروز خصوصا به جوان دختران می آموزند. برای با مزه شدن آش بریده ما زواله رو میگیریم، خوش رو تنوگ میکنیم، بعد میده میبریم با دسته میزنیم. چقدر همی خیلی تنوگ کنیم با مزه تر میشود. وقتی که ما خورد بودیم، دخترای یاش بودیم، در پیش یاش جانو میشتیم و چند زواله میگیریم، ما تماشا میکردم. ما این هنر ایاچم یاد گرفتگیم. با ما این هنرمون به دخترکامون، به کلنامون، به نویرهکامون یاد میتیم که ویایم ای همه هنرای مردمی ما، ای هنرای ما باید ویایم با خبر باشند این خوراک‌های ملی را دوام کنند. واقعا در تجلیل جشن نوروز گستردن خوان نوروزی، پختن طعام‌های ملی، به نمایش گذاشتن هنرهای مردمی، تشویق و ترغیب و بر نمودن پیراهن تاجیکانه بس رمزی بوده. این عامل نشانه احترام و تاریخ و فرهنگ نیاگان را بازگو می باشد.
بزرگی این جشن پرشکوه در آن است که سنت و تعامل‌های نیک و پسندیده را دارا می باشد. این از کینه و قدرت پاک کردن دلها، بخشیدن گناهها، تحکیم دادن رشته‌های دوستی و رفاقت، افروختن ایا ای هموطن یادی وطن کن، سفر بر سوی ملک خویشتن کن. زمستان درگذشت اکنون بهار است، بیا بلبل تو هم یادی چمن کن. الو ای یاری رنجیده، بیا نوروز شد نوروز. مرنج از ما نسنجیده، بیا نوروز شد نوروز. عید نوروز اولی سال است، روزی عیش و نوش اطفال است. همه آن روز رختی نو پوشند، چای و شربت به خوشدلی نوشند. نوروز مبارک به همه مردم همدل، نوروز امانی، نوروز جهانی. باشیم همه با هم با یک نظر و دوست جانی، با شه زبانی با شکر امانی. پیام از آسمان آمد، به سردی ها قیران آمد، به تن پیغامی جان آمد. بیا نوروز شد نوروز.